نظامالدین کاملوف دوسنت کافر مالیه و قرض دانشگاه دولتی کلا با نام ابو عبدالله رودکی سخنرانی وکیل خلق ولایت کوهستان بدخشان از حوزه چیل ناحیه درواز دولتزاد حکیم علیشی رو تماشا کردم و کاملا طرفدار آن هستم، چرا که مضمون و محتوای اساسی این سخنرانی وابسته به حوادث اخیری که در ولایت کوهستان بدخشان به وقوع پیوست مطرح می‌نه و باید قید نمود که باید جوانان شکرانه از صلح و ثبات و در کشور کنند و وحدت ملی از دولت استقلالی جمهوری تاجیکستان کند و همزمان باید قید نمود که طوری که معلوم است در ولایت کوهستان بدخشان طی روزهای اخیر از جانب بعضی گروه‌ها مثلا بعضی جوانان بسیار مثلا نافهمی‌ها سر زد و باید آن جوانان البته که هر یک جوانی که هر یک نفر که مثلا دست به جنایتکاری دست میزند در نزد قانون باید جوابگو باشد و البته که امروز شکرانه از صلح ثبات باید کرد، چرا که امروز بعضی سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی تاجیکستان را از دید امن‌تری که از کشورهای امن‌ترین به حساب می‌رود، یعنی مثلا معرفی نمودند و حتی بعضی گروه‌های جنایت‌پیشه مثلا خصوص میخوره که جمهوری تاجیکستان با کشور امن‌ترین داخل بشود و صلح و ثباتی که در کشور ما پایدار است آنها را خلل‌دار میکنند. البته که جوانان ما با یک نیروی خود با یک مثلا نیروی مندی خود جوانان جمهوری تاجیکستان توانسته باشند امین امنیتی تاجیکستان را صلح و ثبات تاجیکستان را پایدار کرده توانند.